بالاخره بعد از یک مدت طولانی ایران خودرو فروشش رو دوباره باز کرد که میتونه یه فرصت جذاب باشه برای کسایی که قصد خرید خودرو بیشتر به دید استفاده رو داشتن. یک سری شرایط داره که در این پست کامل بهش اشاره کردم. شرط اول مثل سابق داشتن گواهی نامه است. شرط دوم عدم خرید خودرو در 48 ماه گذشته از ایران خودرو و سایپا و در 24 ماه گذشته از سایر خودروسازها. یعنی در این مدت زمان نباید هیچ خودرویی رو از هیچ کدوم از خودروسازها تحویل گرفته باشی یا خرید کرده باشی. شرط سوم شرط سنه، یعنی باید 18 سال تمام داشته باشی. و شرط چهارم که تغییر کرده اینه که این بار حتی اگه پلاک فعال هم داشته باشی میتونی شرکت کنی در این طرح، به شرطی که پلاکت روی خودرویی که فعاله عمر اون خودرو، سن اون خودرو کمتر از 5 سال نباشه. اما چجوری باید ثبت نام کنیم؟ خیلی ساده است. از تاریخ 21/5 الی 27/5 مبلغ 230 میلیون تومان رو باید در حساب وکالتی که ایجاد کردی به نفع ایران خودرو بلوکه کنی تا بتونی در این قرعه کشی شرکت کنی. پولو که میتونی برداری بلافاصله بعد از قرعه کشی پولت آزاد میشه اگه برنده نشی. اما حواست باشه این طرح پیش فروشه، یعنی قیمت هایی که الان به شما میدم قطعی نیست. تا موعد تحویل امکان داره اگه افزایش قیمت بخوره شامل شما میشه و باید ما با تفاوت رو پرداخت کنی. و از همه مهمتر مثل سابق قرعه کشیه، یعنی اگه اسمت از قرعه در نیاد امکان داره هیچ خودرویی بهت تخصیص داده نشه. هر سوالی هم در این رابطه داشتی در کامنت ها بپرس، کامل پاسخ